سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. به چنل من خوش اومدین. هدف این چنل اینه که شما بتونید به بهترین روش ممکن زبان کره‌ای رو یاد بگیرین، اونم رایگان. توی ویدیوها قراره که من تمام مباحث زبان کره‌ای رو از مبتدی و صفر تا 100 بهتون آموزش بدم. اولین مبحثی که امروز میخوام آموزش بدم الفبای کره‌ای هستش که ما برای هر یادگیری هر زبانی نیاز به الفبای اون زبان داریم دیگه. الفبای کره‌ای کاری که من میخوام کنم اینه که الفبای کره‌ای رو توی 10 الی 15 دقیقه به شما یاد بدم. الفبای کره‌ای 40 تا حروفه. بچی شد الفبای کره‌ای کلاً 40 تا حروفه. 19 تا از اونا بی صدا و 21 صدا دارن. البته ما 24 تا حروف رایج داریم، خب، و بقیه از این حروفا که با هم میشن 40 تا حروفایی مثل حروفای مشدد و حروفهای ترکیبی هستن. خب اولین حرف آ یا ای هستش. البته ما تو کره آ رو مطلق نداریم و غلیظ آ رو تلفظ نمی کنیم و در واقع صداش همون ا هستش. طرز نوشتنش رو براتون پایین نوشتم. یه خط صاف و یه نیم خط به سمت راست هستش. حروف بعدی او هستش. دقیقاً صداش اوه، اسمش هم اوه و طرز نوشتنش هم یه خط صاف و یه نیم خط به سمت بالا. حروف بعدی یه ذره تلفظش مهمه و باید یاد بگیریم از همین اول که بتونیم درست تلفظش کنیم. یه چیزی بین آ و او هستش، یعنی از ته حلق میاد بیرون. آ. اینو باید حداقل چند بار تمرین کنید تا کامل براتون جا بیفته. یه چیزی دقیقا بین آ و او هستش، اسمش هم که براتون نوشتم ای و او. دقیقا یه چیزی بین کلمه آ و او. شیوه نوشتاریش هم یه خط عمودی صاف و یه نیم خط به سمت چپه. حروف صدادار بعدیمون او هستش. دقیقا اینم باید بخونیم او و شیوه نوشتاریش هم که یه خط صاف به سمت راست و یه خط رو به پایین روش. منظور از یه خط صاف به سمت راست اینه که همون یه خطی مثل منها و یه خط رو به پایین، یه نیم خط رو به پایین. حروف صدادار بعدی هم تلفظ سختی نداره. ای باید بخونین دقیقا مثل انگلیسی که ای میخونیم و صداش هم اینجا به فارسی براتون نوشتم. یه چیز خیلی راحته ایه، حتی نوشتنش هم خیلی راحته. یه خط صافه، حالا برای من خیلی صاف نشد ولی یه خط صافه. خب این حروفمون یکم باید توی تلفظش دقت کنیم. خیلی سخت نیست، فقط باید دقت کنیم. باید دندونا رو یا به هم بزنیم و کلمه ای رو تلفظ کنیم، یا یه روش آسان‌تری هم که هست و من خودم اینو انجام میدم اینه که بیایم و زبون رو ببریم زیر دندونهای بالامون و ای رو تلفظ کنیم. این یه ساکنه که حالا بهش میپردازیم، میگیم چرا ساکنه و اینا. اینم شیوه نوشتهش خیلی راحته، یه خط صاف مثل منها به صورت افقی. بچه حرف بعدی حرف ا هستش که هیچ قاعده‌ای نداره این که چرا دو تاست و کی مثلا کدوم میاد کی اون یکی میاد. هیچ قاعده‌ای نداره. دقیقا مثل این میمونه که تو فارسی ما چند تا سه داریم، چند تا ت داریم، چند تا ز داریم، مثلا صاد، سین، سه نقطه. قاعده نداره. دقیقا مثل اونا، صرفا چیزیه که بی قاعده است و یه وقتایی باید یکیشو نوشت، یه وقتایی باید یکی دیگه شو نوشت. البته بایدی نیست، میگم قاعده نداره. یه سری وقتا برای یه سری اسمای خاص تغییر میکنه که کدومو بنویسیم و اینا. طرز نوشتنش هم که براتون نوشتم پایین
این یه 2 تا خط میخوره و روی خط اولی یا حالا فرقی نداره اگه از اون رو بنویسین خط دومی یه نیم خط میخوره و این یکی هم خیلی راحته مثل اچ انگلیسیه. حرف بعدی ایونگ هستش. صدای خاصی نداره، بیشتر جنبه تزئینی داره برای نوشتن و اینا و ما بیشتر بهش میپردازیم حتما توی مبحث‌های بعد و نوشتن و اینا، ولی من یه توضیح میخوام دربارش الان بهتون بدم. اینکه این ایونگ همیشه قبل اگه اول جمله بخواد بیاد، یعنی اول جمله بخواد بیاد باید حرف صدادار داشته باشیم. یعنی چی؟ مثلا اگه ما میخوایم یه چیزی رو بنویسیم اول اون جملهمون حرف صدا داره باید از ایونگ استفاده کنیم. مثلا یه اسمی مثلا مثل اسم امیر ما نمیتونیم بیایم اینجوری بنویسیم اول از این استفاده کنیم جدا، باید بیایم بغلش یا اولش قبلش ایونگ رو بذاریم بعد حروف رو بنویسیم. دقیقاً این شکلی میشه. این برای حروف صدا داره. یه وقتایی این ایونگه وقتی آخر کلمه آخر جملهمون حروف ن و گ داشته باشیم، ن و گ یا ن و گ که مباحث بعد میخونیم حروف بی صدا هستن اینا، ن و گ داشته باشیم با هم ن و گ داشته باشیم، یه جمله و حروفی که ن و گ رو با هم داشته باشه ما دیگه نمیایم ن و گ رو بغل هم بذاریم و اون حرف رو کامل کنیم، میایم و از ایونگ استفاده میکنیم. مثال مثل کلمه هیونگ ببینید از نوگه استفاده نکردم، آخرش اومدم و اینجا ایونگو گذاشتم. خب ببینید اینجا حروف صدادار رو با ایونگ گذاشتم که ببینید راحت. ما هر وقت اول جمله اول کلمه یک حروف صدادار داشتیم، خود حروف صداداره اینجوری نباید به صورت جداگانه بیاد، باید قبلش یه ایونگ بیاد، اول ایونگ بعد حروف صدادارمونه که شروع میشه. حالا ما یه سری حروف دیگه داریم اینا هم صدا داره، ولی چرا نیومدم جدا جدا توضیحشون بدم؟ به خاطر اینکه همون حروفن فقط با یه دندونه اضافه و صدای یه میدن. مثلا چی؟ اگه ما داشتیم یه چیزی مثل آ یا همون ا، وقتی که یه دندونه بهش اضافه کنیم میشه یا. ما داشتیم او، دندونه بهش اضافه شه میشه یو. همینطوری به ترتیب که نوشتم او میشه یو، او میشه یو، ای میشه یه و دوباره کلمه آخرم که همون صدای ای میده میشه یه. شروع میکنیم با حروفای بی صدا. حروفای بی صدا خب ساده ترن به خاطر اینکه تلفظ خاصی هم ندارن. مثل این حروف ک یا گ هستش، یه جاهایی ک خونده میشه یه جاهایی گ خونده میشه و شیوه نوشتاریش هم که یک خط صاف و یک خط عمودی به سمت پایین داریم. حروف بعدی بی صدامونم نه هستش، اینم تلفظ خاصی نداره، همون نه خونده میشه، یه خط صاف و یه نیم خط بغلش به سمت راست. حرف بی صدا بعدی ه هستش که حالا تو انگلیسی هم همون اچه و به این شیوه نوشته میشه که ما یه دونه خط نیمه تمام بالا میخوره، یه خط تمام پایین میخوره و یه دونه دایره هم طبقه سوم یا همون طبقه آخرش که این آخریه رو اینو با ایونگ قاطی نکنین، با ایونگ قاطی نشود به خاطر که هیچ ربطی به ایونگ نداره. حروف بعدی ب یا پ هستش که یه جاهایی ب خونده میشه یه جاهایی پ. الان بهتون توضیح میدم. وقتی اول کلمه میاد مثلا یه کلمه مثل پاب، وقتی اول کلمه میاد و بعدش یه حرف صدا داره این
پ خونده میشه. ولی وقتی ما یه دونه آخر کلمه داریم و توی قسمت آخر کلمه میاد، صدای ب میده. حروف بی صدای بعدی ج یا چه هستش. این حروف وقتی که اول کلمه و جملمون بیاد چه خونده میشه، ولی وقتی که اواسط کلمه و جملمون بیاد، یعنی وسط جمله و کلممون باشه، نوشتنش و حروفش صدای ج میده. حروف بی صدای بعدی کلا صدای چه میده. الان درست خوندیم آقا، یه حروفی بود که هم ج بود هم چه بود، ولی خب این حروف فقط کلا صدای چه میده. حروف بعدیمون د یا ت هستش. وقتی که اول کلمه و جملمون بیاد این حروف ت خونده میشه، وقتی که وسط کلمه و جملمون بیاد د خونده میشه. بعدی حرف بی صدای ر یا ل هستش. وقتی که اول این حروف رو داشته باشیم، اول کلمه و جمله این حروف رو داشته باشیم، صدای ر میده، ولی وقتی که آخر حالا کلمه و جمله این حروف رو داشته باشیم، صدای ل میده. حروف بعدی کاملا مطلق م خونده میشه و هر جا که این حروف رو دیدین باید ام یا همون م بخونیدش. ببینید بچه ها، حروف بعدیمون یه ذره دقت میخواد. اسمش صدای سه، ولی به عنوان ش هم ازش استفاده میشه. ما حروف جدایی برای ش نداریم توی زبان کره و از این هم استفاده میشه برای ش. حالا چه موقع استفاده میشه برای ش؟ همونطور که نوشتم، وقتی که با یه حروف صدادار مثل ا، او، او، یا اینا ترکیب بشه، صدای ش میده. مثل اولی اینجا که شا میتونیم بخونیمش. حالا بریم سراغ ترکیبا. ببینید بچه ها، خیلی آسونه، اصلا چیز گمراه کننده این نیست و فقط با تمرین و تکرار و دیدن همین ویدیو، همین پکیج هی مداوم چند بار میتونید قشنگ راه بیفتین و بعدا به صورت فی‌البداهه بنویسین و بخونید و اینا. یعنی چیزی نیست که بترسید ازش. ببینید وقتی که او به علاوه ای بشه میشه وی. الان اتفاق خاصی نیفتاد. او به علاوه ای شد وی، که ما گفتیم چی؟ گفتیم که اول هر حرف و حروف صداداری قبلش، یعنی همون اولش باید ایونگ بذاریم. که جنبه چی داشت؟ تزیینی نوشتن اون کلمه و حروف رو داشت. ترکیب بعدیمون وقتی که او به علاوه آ بشه میشه وا. این نی که آخر اینجا گذاشتم اشتباه، ببخشید، اشتباه تایپی بوده، اینو در نظر بگیری. وا پس چی شد؟ او با آ و قبلش هم همیشه باید ایونگ داشته باشیم، میشه وا. ترکیب بعدی وقتی او به علاوه او بشه میشه وا که بازم به خاطر اینکه صدا داره همه اینا، قبلش یا همون اول اینکه بخوایم حروف صدادار رو بنویسیم، گفتم بی صدا یا صدادار؟ اگه گفتم بی صدا عذر میخوام. منظورم اینه که اگه هر حرف صدادار حروف صداداری داشته باشیم، قبلش یا همون اول باید ایونگ بیاد، چون جنبه تزیینی داره. ببینید بچه ها، من اینو چندین بار تکرار کردم به خاطر اینکه ایونگ
توی نوشتن خیلی خیلی مهمه. کلمه بعدی یا همون حروف ترکیبی بعدی همون ای ساکن که میخوندیم به علاوه ای شده و یه صدای حالت وی میده. وی که اینجا نوشتم براتون. قبلش یا همون اولش هم طبق معمول چون حروف صدا داره ایونگ میاد. وی. صدا ترکیب دیگه هم به این صورته که این دوتا که اول اومده، این دوتا با ا اومده صدای و میده. البته هر ستای اینا صدای و میده، ولی خب این دوتا قشنگ با ا غلیظ اومده. اینجا او رو داریم به علاوه ا شده و. اونم که چیه؟ این چیه؟ ایونگه. اینجا دوباره چی داریم؟ او رو داریم به علاوه دوباره ا شده و. اینم که چی؟ ایونگ. اینجا او رو داریم به علاوه ای شده با صدای و میده. این چیه؟ ایونگه. خب بچه این حروفایی هستن که هر جا دیدیمشون فقط باید به این اسما بخونیمشون. مثل این که فقط پ، این فقط ت، این فقط که. یعنی مثل یه سری حروفی که خوندیم قبل صدای که یا گ نمیده، صدای ت یا د نمیده، صدای پ یا ب نمیده. مطلق و غلیظ و کامل بخونده بشه اینا. حروفای مشدد رو داریم که دقیقاً میشه همون تشدید دار. وقتی که ما دو بار بخوایم یه چیزی رو تلفظ کنیم، یه حروفی رو تلفظ کنیم، باید از اینا استفاده کنیم که توی مباحث بعدی میگم. موقع خوندن مکالمه، گرامر، اینا همه رو براتون میخونم جا بیفته. فعلا فقط آشنایی داشته باشین که اینا حروف‌های مشدد یا تشدید دار هستن که مثلا 2 تا از هر حروفه.